گرونترین ویدیوهای یوتیوب توسط کسی ساخته میشن که بهش میگن مستر بیست ایران. بنیامین، کسی که هزینه و درآمد براش تعریف دیگه ای داره. برای یکی از ویدیوها حدوداً 1 میلیارد هزینه کرد و در نهایت فقط 350 میلیون از اون ویدیو درآمد داشت و اینجاست که تفاوت اون کسی که دنبال پوله و اون کسی که دنبال پرسونال برنده مشخص میشه. اگه دنبال پولی بهتر این ویدیو رو نبینی، چون تو این ویدیو به تحلیل کسی میپردازیم که پول براش کمترین ارزش رو داره. دوست داره اسطوره بشه و دوست داره به عنوان یک استاندارد شناخته بشه. پس اگه دنبال اینی که پرسونال برند شخصی خودت رو بسازی، این ویدیو بهترین گزینه برای توه. سلام، من علیم و اینجا جاییه که کانتنت کریئتورهای مختلف رو چه اینستاگرامر چه یوتیوبر به طور کامل بررسی میکنیم. رازهای وایرال شدنشون رو میگیم و بررسی میکنیم که چجوری رشد انفجاری داشتن. توی ویدیوهای قبلی سریعترین رشد یوتیوب فارسی رو بررسی کردیم، رشد ویتو پارسا که احتمالا خیلیاتون میشناسینش. ویدیوش رو میتونی از اینجا ببینیم. اما بریم سراغ استراتژی های بنیامین که توی 5 تا قسمت خلاصه میشن. بخش اول. خیلیا هنوز براشون اول مسیر سواله، نمیدونن چجوری باید شروع کنن. بنیامین میگه قبل اینکه یوتیوب رو شروع کنه روی چنل های دیگه کار میکرد. به عنوان ادمین توی شرکت فعالیت داشت و روی کانال های بقیه افراد کار میکرد. ویدیوهای اونها رو بررسی میکرد، بازدیدهاشون رو میدید و یه جورایی تبدیل شده بود به مهندس یوتیوب. همونطوری که تو ویدیو اشکان شادکامی گفتیم که این بالا برات میذارم، دقیقاً مهمترین بخش همینجاست. تحلیل قبل شروع. تحلیل قبل شروع باعث میشه که بدونی دقیقاً با کی طرفی، با کی میخوای حرف بزنی و چیه حرف حسابت که میخوای به اون بفهمونی. نحوه حرف زدنت رو بررسی میکنی و این تحلیل باعث میشه که اسکریپت نویسیت هم خیلی خیلی قوی تر بشه. پس تنها چیزی که از قسمت اول باید بلد باشی این یه دونه چیزه: مخاطب حرفه‌ای باش. مخاطب حرفه‌ای یعنی کسی که چه تو اینستا چه یوتیوب قبل از اینکه بخنده، قبل از اینکه با اون ویدیو حس بگیره، بررسی میکنه که داخل اون ویدیو چه اتفاقی افتاده که تونسته اون فرد رو بخندونه، چه اتفاقی افتاده که تونسته خودش رو تحت تاثیر قرار بده. و اینجاست که تفاوت مخاطبا پیدا میشه. اگه بتونی مخاطب حرفه‌ای باشی، خیلی ساده راز وایرال شدن رو متوجه میشی و اینجاست که در نهایت به نتیجه میرسی. قسمت دوم، استراتژی پله برقی. درسته که بنیامین گرونترین ویدیوهای یوتیوب رو داره، اما همیشه قیمتهای ویدیوهاش از 1 میلیارد شروع نشد. ویدیوهای اولش با قیمتهای 1 میلیون 2 میلیون شروع شد و کم کم به سمت بالاتر رفت. این رو باید بدونی اگه تازه کاری اصلا نیاز هزینه زیاد بکنی. مدل ویدیوهای بنیامین فرق میکنه و مدل خاصی داره و باید هزینه بشه، یه جورایی شبیه به مستر بیسته. اما اون هم که این همه ویدیوهاش هزینه داره، هیچ وقت با قیمتهای بالا شروع نکرد و از قیمتهای پایین شروع کرد و خودش رو همزمان با مخاطب به رشد رسوند. مثلا یکی از ایده‌هاش 24 ساعت زندگی با $1 که خب قطعاً سرمایه خیلی زیادی نمیخواسته. پس مهمتر از پول ایده است، اون ایده‌ای که تو میدی و مخاطباتو جذب میکنی. بخش سوم، باید بدونی برای چی داری تولید محتوا میکنی. همونجوری که اول ویدیو گفتم، اگه مخاطب پول هستی و دلت میخواد فقط از یوتیوب پول در بیاری، این ویدیو مال تو نیست. بنیامین توی یکی از پادکستاش میگه که من میخوام اسطوره بشم، کسی باشم که با اون بقیه رو میشناسن و معیاری باشه برای سنجش بقیه، نه اینکه فقط پول در میاره. خودش میگه که من میتونستم این پول رو برای چیزای دیگه خرج کنم، برای خیلی از چیزا که به عنوان تفریح من محسوب میشده، اما کل سرمایه گذاری رو روی همین یوتیوب کردم. خیلی روش هزینه کرده و ضرر زیادی هم تا الان متحمل شده، اما این رو قبول کرده که ساخت پرسونال برند خیلی مهمتر از اون پولیه که در میاری. علت اینکه رو کلمه اسطوره شدن تاکید دارم اینه که بنیامین میگه که به خصوص برای نسل زد من تلاش میکنم یه الگو باشم، نه کسی که مواد مخدر و شوخی‌های جنسی رو ترویج میکنه. کسی هم که میخوام وقتی اون فرد بزرگتر شد 5-6 سال دیگه بگه که این فرد نوجوانی منو ساخت، نه اینکه نوجوانی من رو خراب کرد. چون مخاطب شما اگر سازنده محتوای زرد باشید، قطعاً یه زمانی متوجه میشه که این محتوا زرده، از شما متنفر میشه و دیگه اون ادامه دنبال کردن رو نخواهید داشت، اون مخاطب رو دیگه در آینده با خودتون نخواهید داشت. اما بنیامین برعکس همین قضیه عمل کرد. یه کاری کرد که الان مخاطباش عاشقشن و میدونن که محتوایی که میسازه ارزشمنده، هزینه شده براش و دقت زیادی داخلش هست. بخش چهارم، همکاری.
هممون میدونیم که یکی از مهمترین رازهای رشد یوتیوب بنیامین دقیقاً همین همکاری با یوتیوبرهای مختلف بود. بنیامین اومد داخل یه ویدیو 50 تا یوتیوبر که هر کدومشون حداقل چند صد هزار سابسکرایبر دارن رو آورد و اینجاست که باعث شد کانالش یهویی رشد کنه. قبلش هم رشد رو داشت، اما این همکاری باعث شد که به شدت رشد کنه. حالا شما دو تا حالت داری، یا این ارتباطات رو داری یا نداری. اگه داری که ازش استفاده کن، رشد کن از طریق اونا و البته حواست باشه سوء استفاده نکنی. ولی اگر نداری، دقیقاً بخش پنجم این بخش رو پوشش میده. بخش پنجم چیزیه که اگه ارتباطات نداری، اگه پول نداری و اگه هیچ چیز دیگه‌ای در دسترس نداری، باعث میشه که تو در آخر موفق بشی. بریم سراغ بخش پنجم. و در آخر بخش پنجم، دیسیپلین و استمرار. این رو باید بدونی که راز موفقیت تو یوتیوب استمراره. همونجور که از خیلی یوتیوبرهای دیگه مثل خشایار تاکس شنیدیم. این رو باید بدونی که اگه استمرار داشته باشی داخل هر کاری موفق میشی، اما استمرار با اصلاح، یعنی استمرار داری و بعد خودت رو کم کم اصلاح میکنی، هی به نتیجه‌ای که میخوای نزدیک میکنی. این رو بدون که اگر بخوای موفق بشی تنها راه همینه، استمرار داشته باش، استمرار داشته باش، استمرار داشته باش و موفقیتت تو همین قضیه خلاصه میشه. اگر ایدت خوب باشه با همین استمرار تا ته کار رو پیش میری. پس نگران نباش که چرا پول تجهیزات نداری، چرا ارتباطات نداری که بخوای همکاری کنی و چیزای دیگه‌ای که بنیامین داشت. بدون که اگه ایده خوبی داشته باشی و استمرار داشته باشی به نتیجه میرسی. ببینیم تو این ویدیو چیا رو یاد گرفتیم. 5 تا نکته کلی. 1. مخاطب حرفه‌ای باش. قبل شروع یه چیزی تا حد کافی و لازم تحقیق کن، اما نمیخواد کمالگرا باشی. 2. ویدیوهاتو پله پله رشد بده. نیازی نیست همون اول انسان کامل باشی. کاری کن که مخاطب همونجوری که هستی تو رو ببینه. ریل بودن توی دنیای الان خیلی مهمه و مخاطب خیلی بیشتر از فیک بودن تو میپسنده. 3. تلاش کن که اسطوره باشی، نه کسی که پول در میاره. دقیقاً هدف بنیامین هم همینه. 4. تلاش کن همکاری بسازی. اگر میتونی ارتباطات داشته باشی داشته باش و از اونا استفاده کن. و 5. استمرار داشته باش. اگه استمرار داشته باشی و ایدت خوب باشه تموم نکات قبلی جبران میشه. حتما تو کامنت ها بهم بگو که نفر بعدی کی باشه و اینکه کدوم یک از این موارد مهمترین دلیل رشد بنیامین بود. کانال رو سابسکرایب کن، لایک ویدیو رو بزن تا تحلیل‌های بعدیمون رو از دست ندی. خداحافظ.